بگی تو به مالی بچه تو چیکار السلام علیکم برادرای عزیز، امیدوارم که خوب هستین، سوخ سلامت هستین. برادرای عزیز، چنونی که دیدین اواریا را از هر یک تایت خواهش میکنم برادرو بخدا همین میگم لایک بزنین، همین بزنین برادرو. همین لایک زدن شما یک دستگیری ای، یک پیشروی ما ای که یعنی که همین برادر یک هستیم که تماشا میکنه دلش میسوزه، یگان سومکش میپرته. برادرو چخیلی که دیدین چخیل همین اواریا سخت زگه ای خیلی اواریا من ناو دیدستم باور که برادر عزیز با خاطر الله التماستون میکنم، از زورتون میکنم، این نولتون میکنم بذار همون لایک تا نوشگری همون لایک کامنتاریات بشه که شو بیامه نواری ما توپ دا بغلتا یگان برادرایی که الحمدلله یاردم میکنن دست بخرن یک یاردم کنن التماستون میکنم ای در خاک پای مادراتون صدقه، ای در خاک پای فرزنداتون صدقه. والله قسم اینمی قدر برای خودم فکر نمیکنم، فقط فکرم در همیه که یعنی که یک برادر کارش بود شوه، یعنی که یک برادر یک بالای اکران میبره میخوام که کار همه بود شوه. برادر عزیز نگاه کنین، برادر به حد سیتواسیاش وزمینه. از شما خواهش میکنم دستگیری کنین، لایک مونین، کامنتاری مونین، پاهن کنین. نوارای страшніш برادر عزیز در تلگرام های подписаться کنین برادرو در کانال ما. همین کانال ما کانالی هسته که یعنی که الحمدلله که لبوتت برکت میوین. تلگرام هم دا بدروین подписаться کنین برادر عزیز. من نواروش هم میپرتم، از شما خواهش میکنم برادر جانم یعنی که نواری ما را پاهن کنین که شتو به هم برادر صاحب یک سوم نیم سوم شوه نمروش دا زنگ بزنین کارتا خد شای همه چیز شای خد شای. خدا نگاه بونتون. برادر اهل اسلام ما سه برادر از ناحیه نورآباد قشلاق چنار با ایرکوتسک اوبلاست گورودبراسک با نیت کار آمدیم. برادرای من باشند دو برادرم از یک خانه روز 8 آگوست بگوی روز ایکور برگشتن شده به صدمه دچار میشوند. خیلی در حالت وزمینند. دادر کالونی هم باشه 20 روز در ریانیماسیا بود با پالاتا گذراندنش. برادر خردی هم باشه 22 روز میشه تا امروز که در ریانیماسیا قرار داره، احوالش به حد وزمینه. برادر اهل اسلام از شما خواهش داریم که کسی که چند که میتونه چند قدری که زورش میرسه با چه طریقی که باشه ما با خدمت و با یاردمای شما محتاج داریم. برادر اهل اسلام برادر کالونی هم باشد نظر شریف بیگ می باشد، برادر خوردی هم باشد نظر بحرالله می باشد. من برادر کالونی شما هستم نظر فیروز جان. اگر برادرها شرایطتون باشه علاجتون باشه دستگیری کنید هم برادرها با پا بخیزند. انشالله رحمان که در خدمت و دین و وطن و ملت هستیم، انشالله می باشیم در بر شما در همه جا راست باشیم.